салом. ахбори имрӯз 1 августро аз студияи радио Озодӣ ман Шаҳлои Гулхоҷа тақдим мекунам. нахуст сархати чанде аз хабару гузоришҳои барнома. ҳама ба навбат. додгоҳи олии Тоҷикистон ҳукми 2 нафар дар парвандаи пурсару садои мақомдорони оҷонсии зидди фасодро эълон кард. ҳамагӣ 10 рӯз дар курсӣ. Доналд Трамп мудири бахши кор бо ҷомеаи Коҳи Сафедро баъди мусоҳибае бо як маҷалла ба истеъфо фиристод. ва занон ҳам марди кор мешаванд. Дар Тоҷикистон гурӯҳи заноне таъсис ёфтааст ки ҳатто корҳои вазнини мардонаро ҳам иҷро мекунанд. 8 сол шавҳарам дар тюрма буд. Бо ина хайз сад бошигур 10 мошин бурумадага мазаш нестай. Бод ҳами кӯшиш орум ки бо ҳами кора пеш бибарам. додгоҳи олии Тоҷикистон ҳукми 2 мақоми собиқи баландпояи оҷонсии мубориза бо коррупсияро эълон кард. муҳокимаи 10 корманди собиқи оҷонси моҳи июл ва пушти дарҳои баста оғоз шуд. ба ҷавобгарӣ кашидани ин афродро баъзеҳо рақобат дар ниҳодҳои амниятии Тоҷикистон медонанд, аммо худи мақомот ин гуфтаро рад мекунанд. тафсилотро аз Мирзонабии Холиқзод мешунавем. دادگاه عالی تاجیکستان دولتبی خیرزاده معاون سابق رئیس آژانسی ضد فساد و یک مفتش سابق همین نهاد را به 10.5 سالی به زندان محکوم کرد. به گفته مقامات این افراد بر رشوه‌خواری و سوء استفاده از مقام گناهکار دانسته شدند. از بس که این پرونده ها و عموما این مرافعه ها که پشت درهای بستن مخفی ادامه دارد، مقامات دادگاهی و حتی حقوق شناسا و وکیلان مدافع اینها حاضر نشدند که در رابطه با جزئیات این پرونده ها شرح دهند. از این پیشتر مقامات آژانس ضد کروپسیا در یک نشست خبری اعتراف کردند که در واقع 10 نفر از کارمندان سابق و حاضر آژانسی با اتهامات گوناگون به جوابگری جنایی کشیده شدند. بین کمیته دولتی امنیتی ملی جمهوری تاجیکستان یا اینکه پروکراتورای گنرالی با آگنتی یگان خیلی خصومت جای ندارد. پرونده جنایتی نسبت 10 نفر کارمندان سابق و عمل کننده آگنتی تفتیش با اتمام رسید. خیلی همه شما آگاه هستین در بررسی سودی قرار دارد. از دیگر یگان کارمند آگنتی مورد تعقیب تفتیش جنایتی قرار ندارد. مرافع نخستین 10 کارمند بازداشت شده آژانسی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیای تاجیکستان روز 19 ایول در دادگاه عالی آغاز شد. در کرسی عیبداری در برابر آنها همچنین 3 کارمند خدمات گمرک و دادستانی کل تاجیکستان نیز نشستند. به گفته مقامات همه 10 نفر کارمندان آژانسی مبارزه با کروپسیا به قلابی، گرفتن پاره و جنایت‌های دیگر متهم می‌باشند. طی تقریبا نیم سال این پرونده ها ورد زبان هم وسایط اخبار بود و هم مردم بود که کارمندان مسئول آژانس ضد کروپسیا بازداشت شدند و حالا در کرسی عیبداری نشستند. حالا تنها 2 نفری که برای ما معلوم است آنها روانه زندان شدند، اما افراد دیگر فعلا مرافع آنها ادامه دارد، از جمله فیروز خالمرادزاده، فردوس عبدالغفارزاده و نفرهای دیگرایی هستند که هنوز دادگاه عالی تاجیکستان در نسبت آنها نیز تنها با ماده 319 پرونده را محاکمه پرونده را ادامه داده ایستاده است و با همین خلاصه خود را در روزهای نزدیکترین بیان خواهد داشت. رو می‌آوریم به موضوعهای دیگر. یک صحبت انتونی скарамучи مدیر رابطه با جامعه کاخ سفید با مجله نیویورکر باعث شد که او از وظیفه برکنار گردد. هفته گذشته скарамучи برابر تعیین شدنش به این مقام با مجله صحبت آورد و یک قطار منصبداران بلندپایه کاخ سفید را به باد انتقاد کشید. بعد اندکی بیشتر از یک هفته رئیس جمهور دونالد ترامپ او را از مقامش برکنار کرد. ساجیده میرزا جزئیات را روی دست دارد. скарамучи در این وظیفه همگی 10 روز فعالیت کرد. سارا ساندرز سخنگوی پرزیدنت آمریکا میگوید скарамучи بعد صحبتش با مجله نیویورکر از مقام برکنار شد. دونالد ترامپ گفته است که چنین صحبت‌ها برای یک مقامی بلندپایه مناسب نیست. سخن درباره مطلبی می رود که روز 27 ایول نشر شد و در آن سابق مدیر بخش رابطه با جامعه کاخ سفید با لحنی تند از رینس پریبوس رهبر دستگاه ریاست جمهوری آمریکا و استیو بنن استراتژ اساسی کاخ سفید انتقاد کرد. یک روز بعد از این پریبوس که نیم سال در وظیفه رهبری دستگاه ریاست جمهور کار کرده بود از مقامش دست کشید.
به جای او به این منصب سابق وزیر امنیت داخلی امریکا جان کلی تعیین شد. او از طرفداران اشدی مبارزه با مهاجرت غیرقانونی و بنیاد دیوار در مرز با مکزیک بود. همزمان با این بعض تغییرات مأموری هم صورت گرفت که طبق آن همه کارمندان دستگاه رئیس جمهور از جمله دختری پرزیدنت ایوانکا ترامپ و دامادش جارد کوشنر رسما تابع کلی می شوند. اسکاراموچ روز 21 ایول به حیث مدیر بخش رابطه با جامعه کاخ سفید تعیین شد. رینز پریبوس و همچنین شان اسپایسر سخنگوی سابق دونالد ترامپ مخالف این تعیینات بودند. شان اسپایسر بعد این تعیینات دفعتاً از مقامش استعفا داد. به نوشته مجله نیویورکر، جان کلی قبل از آغاز فعالیت در مقام رهبر دستگاه ریاست جمهور استعفای اسکاراموچ را طلب کرده است. و برمیگردیم به تاجیکستان. با افزایش گرفتن بیکاری در تاجیکستان تعدادی از زنان تاجیک با تشکیل گروهی به مردکاری پرداختند. طلبکاران مهنت این زنان نه تنها در دوشنبه بلکه در بیرون از آن هم زیاد بوده است. برای رادیو صوفی یک روز مردکار زنان را به نوار گرفت. کارهای مختلف و وزنین کشاورزی، تازه کردن شاهراه‌ها، شستشوی و خدمترسانی در توی‌ها، روبوچین و پاک کردن پرتاب‌ها در ساختمان‌های نوبنیاد و تعداد دیگری مانند به این عمل‌ها را یک گروه زن‌های مردکار در ناحیه رودکی با فرمایش کارفرماها تقریباً هر روز به اجرا می‌رسانند. این گروه زن‌های مردکار را فیروزه صابیرова ساکن دهه سرکشته ناحیه رودکی تأسیس داده است که شماره آنها تقریباً به 70 نفر می‌رسد. فیروزه این گروه را ابتدا با 3 دخترش زمان تأسیس داده بود که بار روزگار به سرش آمده بود. شوهرمون کار نکرد، شرایط زندگیمون قیم بود، با ما همین کار تشکیل کردیم. اعضای این گروه زنهای مردکار زنهای خانه‌نشین از 18 تا 52 ساله می باشند. برای اجرای کارهای بعضاً مشکل فرمایشی در یک روز از 25 تا 40 سامانی دریافت می‌کنند. این گروه زنها برای انجام کارهای مختلف در دهات ناحیه رودکی، نواحی اطراف و شهر دوشنبه فرمایش می‌گیرند. صاحب زمین زنگ میزنه، پیشنهاد میکنه، ما آدمای خانه‌نشین جمع میکنیم، ماشین قطعی میریم، میرن در سر زمین میمونیم، کار پیش میبریم، تمام میکنیم، با خانه رو میبریم میمونیم. اکثر زنهای اعضای گروه زنهای مردکار افرادی هستند که بار روزگار به دوششان افتاده است و نیز احساس کردند که باید در شرایط امروزه برابر با مردان کار کنند و به خانه نان بیارند. میاتش خودم 8 سال شوهرم در ترمه بود. با این خیز صد بار شکر 10 ماشین برآمدگی مازش نیسته. بعد همین کوشش آرم که با همین کار پیش ببرم. مشکلایی نکیم که خیلی مجبور میشه. برای پیش برای زندگی برای فرزند. بر اساس آمار رسمی در تاجیکستان حدود 30,000 نفر بیکاران ثبت نام شده است که در میان آنها زنها نیز هستند. در شهر دوشنبه و منطقه‌های تاجیکستان از حساب افراد بیکار بازارهای مردکاری تأسیس شده است که معمولاً در این بازارها مردان کارهای مختلف را انجام می‌دهند. اما این بار اول است که تعداد از زنهای قابل کار متحد شده گروه زنهای مردکار را تأسیس داده‌اند. دادستانی ولایت سوغد میگوید برای مرگ و میر مادر و کودک در نسبت کارمندان تیپ 17 پرونده جنایی باز کرده است. در این باره حبیب‌الله واحدов دادستانی ولایت سوغد ضمن نشست خبری در هفته گذشته خبر داد. به گفته او مقامات در مدت بیشتر از یک سال در ولایت 480 حالت فوت کودکان تا 1 ساله و مرگ 5 مادر را هنگام حامله‌داری و یا تولد ثبت کرده. بسیاری از طبیبان و یا پرستاران را برای بی‌اعتنایی به وضع زنان حامله به جوابگری کشیدند. البته این به تشویش شده نمیتواند برای کارمندان حفظی حقوق در اون حالتی که معلومات بود که حتی در حالت وزنی مادر به بیمارخانه میباید مراجعت میکنه
شما در قید نیستید گفته قبول نمیکنم، این مادر رفته داره هم خودش میمونه هم فرزندش میمونه. бино ба омори созмони ҷаҳонии бедошт дар тоҷикистон ҳар сол аз миёни 100 000 модар 65 нафар ва аз миёни ҳар 100 000 кӯдаки то 5 сола 43 тифл мефафтанд. нигоҳбини номуносиб ва дуруст муоина нашудан ҳангоми ҳомиладориро аз сабабҳои аслии зиёд будани маргу мир дар миёни модарон ва кӯдакон дар тоҷикистон ба ҳисоб меравад. барномаро идома медиҳем. масъулини вазорати адлия гуфтанд аз 10 000 маҳбус дар зиндонҳои тоҷикистон 80 нафари онҳо ба ҳабси абад маҳкум шуданд. пайвандони зиндониҳои якумрӣ мегӯянд аз ин ки наздиконашон эъдом нашуданд хушҳоланд. онҳо умед доранд ки рӯзе парвандаи хешовандонашон бознигарӣ ва ҳукми онҳо тағйир дода мешавад. шодмони ятим дар ин бора гузориш омода кард. соли 2008 фаррух ризоев писари ҳадиса давлатова сокини шаҳри кӯлоб барои ошӯби маъруфи соҳроб лангариев ба ҳукми абад маҳкум шудааст. ба гуфтаи ин модар маҳз вуҷуди моратория барои ҳукми қатл боис шудааст ки фарзандаш зинда аст ва онҳо дар 8 моҳ як бор ӯро хабар мегиранд. ҳукми як умраш бо наст беҳтара умеддорам ки ин бачаи ман соҳ саломата ина 10 сола гузашта боша. من امید دارم که با پیش فرزندش میاد و پیش پدر و مادرش میاد. پیوندان زندانی های یک عمری میگویند از اینکه نزدیکانشان اعدام نشده است خوشحالند. آنها امید دارند که روز پرونده خویشاوندانشان بازنگری و حکم آنها تغییر داده خواهد شد. تاجیکستان سال 2004 نسبت به اجرای حکم قتل یا اعدام موراتوریا اعلام کرد و به جای آن جزای حبس ابد را جاری نمود. جامعه شناسان بر این نظرند که با اعلان موراتوریا ده‌ها حکم قتل به اجرا نرسید و صرف نظر از جزای حکم ابد یک امیدواری را در دل محکوم شده ها زنده کرد که آنها روز آزاد خواهند شد. دولتماه خوجای و همسر سنگک سفرов فرمانده سابق فرانت خلقی تاجیکستان است که پسرش نور محمد سفرов و دامادش سهراب لنگریو سال 2008 به حبس ابد محکوم شدند. اگه بهتریش همه کی میره با بروز ایمه دام فرزند در یک ساعت میبینی برای مادر هم دولت هست خداوند در دل همی پرزیدنت بدوزه با یک بار دیگه رحمی جان جمانی همی را بخره و همی را زندان آزاد کنه. به اطلاع مسئولان وزارت عدلیه تاجیکستان حالا 80 نفر با جزای حکم ابد پشت مله های زندان به سر میبرند. با وجود امیدواری های پیوندان قانون میگوید زندانیانی که برای یک عمر حبس گرفتند از طرف دولت عفو نمیشوند. در تاجیکستان پرزیدنت صلاحیت عفو نمودن را دارد. یکی از رسومانی لهستانی با نقاشی‌های خود تلاش دارند دههای به کنج فراموشی رفته بلغارستانی را برای سیاحان جالب نمایند. اکنون در دیوارهای بناهای این روستا میتوان رسم‌های افراد شناخته را دید که به ادعای تشبثکاران طرح به زندگی مردم روستا رنگ دیگر میبخشند. کیومرسیاتو ما را به تماشای این ده میبرد. نقاشان جوان لهستانی با مقلم و رنگ تصویرهای سیاستمداران، افراد معروف و مردم عادی را در دیوارهای دهات استراژلزره بلغارستان نقاشی کردند. در این دیوارها چهره‌های دونالد ترامپ، انگلا مرکل، امانوئل ماکرون و ملکه الیزابت را دیدن ممکن است. مؤلف لایحه کاترینا پریانکووا میگوید با چنین تشبث خواستند که به مردم دهات نشان بدهند هر یک انسان نوابسته به مقامش سبک خود را دارد. تصور میکنیم که باراک اوباما و دونالد ترامپ در خرد نشسته و با یک زن سالخورده دهات درباره موضوعهای مهم مثلا زندگی و سیاست صحبت دارند. دهه استراژلزره تقریبا در 180 کیلومتری پایتخت بلغارستان شهر صافیه جایگیر شده است. دهه 500 اهالی دارد. شماره اهالی اینجا بعد از سقوط رژیم کمونیستی در جمهوری در سال 1989 5 برابر کاهش یافت. ده از زمره زیاد از روستاهای این کشور نهایت فقیر اتحاد اروپا است. در اینجا تولد کم است. جوانان ترجیح می‌دهند که در شهرهای بزرگ کشورهای پیشرفته زندگی کنند. چند پیش مکتب ده از فعالیت ماند. تشبثکاران طرح امیدوارند که با هنر خود توجه سیاحان را به این ده جلب می‌کنند.
اگر خواهید که از نبض تاجیکستان جهان آگاه باشید، خبرگزاری‌های ما را در سامانه cw.azadi.org و صفحه‌های اجتماعی دنبال کنید. تشکر برای همراهی و خدا نگهدار هر یک شما.